وقت نعمت است که بر نمی گردد. هر ثانیه قسم عمر ماست که یا ما را به رضای الله تعالی نزدیک می کند یا بیهوده از بین می رود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: دو نعمت هست که بسیاری از مردم در آنها زیان می بینند: تندرستی و وقت خالی. بخاری. ما وقتمان را چگونه استفاده می بریم؟ آیا روزمان را طور ترتیب می دهیم که در آن برای عبادت، تعلیم، عائله و کارهای فایده‌ناک جای هست؟ امروز بهترین روز برای قدر کردن وقت و درست استفاده بردن آن است.